بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، امروز ما بعون الله سبحانه وتعالى رساله را آغاز میکنیم برای درس، برای تربیه، برای منهج. رساله به نام توجیهات مهمة لشباب الامه، یعنی دستورهای مهم. دستور اگر کسی نفهمد یعنی نصیحت ها، فهمیدید؟ نصیحت های مهم برای جوانان امت. اما کسی گفت که من جوانم گذشت گوید اگر، من میگم که خیلی این نصیحت ها، همین نصیحت ها، همین دستورها رو در جوانی کردی یا نه نکردم، نباشد به جوابگری کشیده میشوی. فهمیدی؟ چقدر که من صاحبی تحفه الاطفال، یعنی تمام کلان و خرده از بس که علم تجوید نآموختنشان در برابر علم تجوید ایشان یعنی کودک هستن، نابالغ هستن. گفته هیچ که خفه نشد، هم خلاصه خفه نشدیم، گرچنده که سن سال ما به پیری هم رسیدگی باشد، در قطار همین کودکا تحفه الاطفال خواندیم، هم خلاص. همچنین این دستورهای مهم برای جوانان امت انشاءالله یک تک میگذاریم. چه دستورهای خوب را از الله، از سخنهای الله، از سخنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرده میشود. هر یک انسان میبیند که در از همین دستور یا که از آن دستور یا که از این نصیحت و یا از آن نصیحت بیخبر است، فوراً باید که چیکار کنیم؟ به خود آن را یعنی که قبول کنیم و طبق آن قدری میتوانستگی عمل کنیم. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ بنابراین صاحب کتاب نام رساله خود را چی نامگذاری کرده است؟ توجیهات مهمة لشباب الامه، دستورهای مهم ضرور برای جوانان امت. گرچنده که خود ما به سن سال ما خیلی هم رفتگی باشد، لیکن این جوانان امت فرزندان ما و شما، برادرها و خواهران ما و شما می باشند، جیانهای ما و شما می باشند، خیشتبار ما و شما می باشند. رساله از آن شیخ علامه صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان است، حفظه الله تعالی. الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. شیخ می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نامهای الله که او رحمان و رحیم است آغاز می کنم. الحمد لله رب العالمین، تمامی ستایش ها خاص برای الله هستند، پروردگار جهانیان است. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و الله درود و سلام بفرستد به پیغمبر ما محمد و بر خاندان او و به اصحاب او بدون استثناء اجمعین، به همه اونها. اما بعد، فلا شك ان شباب الامه هم اساس البناء الانساني الذي تقوم عليه الامه. خلاص چی گفته شده است؟ یگان شک و شبهه نیست که جوانان امت اینها فوندامن می باشند. اینها چی می باشند؟ اساس می باشند. آورختیم که دازمی آن همون اساس می باشند برای بنا کردن انسانیت در باره چخلی که دیوار در باره فوندامن بنا میکنن. فهمیدیم؟ دیوار انسانیت جوانها چی فوندامن شده میتوانند. التي تقوم عليه الامه، این چنان دیوار می باشد که در بالای این امت قائم می شود. این از سخن شیخ چنین برمی آید که جوانها با انسانهای پیر باید که یک جایه باشند. اما اون مسافرهای به عقلی که امروزه اون سن سالشان اندک از جوانه بالا شدگی ها، جوانها را از مسجد و از معرکه ها، از مجلس های خیر چیکار میکنن؟ محروم میکنند و میخوان که خودشان در این کارها اشتراک کنند و جوانها را یعنی که به دیسکتیک و
به دیگه یعنی که کارهای بی‌معنی فرستن و خودشان امت تشکیل کنند، این خطاست. این به مانند اون که خشت‌های زیبا، فهمیدی؟ خشت‌های زیبا را درباره لای، درباره زمین، درباره لایقه بنا کردن است، مگر بعد این خانه تا کجا رو بنا کرده می شود؟ برای همین چنان موسفیدهای بی عقل داریم سبحان الله، حیران میمونید که نه از دین خبر داره، نه از دنیا، نه از تجربه. خوجان میره چایخانه ها پر از موسفید در تگی استال چی موندگی هستن، عرق مونده در چاینک زده از استادیان. فهمیدی؟ نماز جمعه میبرد و چایخانه در آمده چیکار میکنن؟ انا جواناشون در سعودی در دیگه جا خوانده ایستادن، در اینجا موسفید و پدراشون مادراشون به یک کار بی‌معنی مشغول شده هستن. بازار به داخل میشوه، زیاده از 50% بازارچی ها زن میباشن. فهمیدی؟ چون که جوانها را جدا کردن، خودشان امت تشکیل کرده، یک امتی بی‌معنی، امتی ضعیف تشکیل کرده. شیخ میفرماد که فلا شک ان شباب الامه هي اساس البناء الانسانی الذي تقوم عليه الامه. شک نیست، شبهه نیست که جوانان امت ایشان پایه اساسی بنای انسانیت میباشند. فهمیدید؟ شیخ قدر ما و شما جوانان رو برداشته ایستاده، بیدار شده. فهمیدی؟ قدر ما و شما جوانای امت چی؟ استر بیاد ما دست سرتون یک دو بار زنم بیدار شوید تو بچه شید. فهمیدی؟ قدر ما و شما را چیکار بلند برداشته شد. به شما امت قائم نمیشود، به شما امت قائم نمیشود. به طفیل شما امت یعنی که بینای انسانیتش چیکار میکند؟ میپوشد. خانه انسانیتش هم خلاصه باشه. چی با؟ بزرگ زیده. بارك الله فيك. خب. فالشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم. نگاه کنید بارك الله فيكم. جوانان هستند که اینها یک نشأه، یک گیاهی که نشأه یک چیزی رو که میروید که ناشئه. فهمیدید؟ جوانان هستند ایشان یک نشأه، یک نوده می باشند، یک گیاه می باشند که مسئولیت را بعد وفات پدرهاشان به دوش خویش می بردارند. یعنی جوان ها باید که از پس پدرهاشان یعنی که حرکت کنند، بینن که پدر میخیزد، خیستن در کارش، میشیند شستن در کار، نظارت کردن در کار است، چه خیلی آیله داری میکند پدر، چه خیلی یعنی که دوتاز میکنند، چه خیلی درباره اسلام تلاش و کوشش میکنند. جوان ها باید دایم نگران پدرهاشون باشند که پگه مرگ ناگهان آمده پدرهاشون رو میبرد و ایشان چه مسئولیت در دوششان میشود. الکی میدونن چه قدم زدن در کار، چیکار کردن در کار، آیله رو چه نگهبین کردن نکرده. بنابراین شیخ میفرماد که فالشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسئولیت بعد آبائهم. جوانان اینها یک نشأه می باشند که مسئولیت را بعدی پدرشان در دوششان میبردن. رنگی بچه ایمان. بارك الله فيكم. والشباب فيهم من القوة البدنية والفكرية والمواهب الجديدة ما ليس عند الكبار. نگاه کنید کلونها میگه از جوانها جدا نشد، گفته نه. نگاه کنید چی میگوید. جوانها میگه قوت بدنی دارن، اون قوتی که جوانها دارن ما ليس عند الكبار. کلون سالها قوت ندارن، قوتی که جوانها دارن. و فکری که این جوانها دارن، فکریه، قوه فکریه که دارن این کلانها ندارن. و عطای نوی که دارن، هیبه یعنی عطای نوی که دارن، این در نزد کلان سالها نیست. فهمیدی؟ سبحان الله. فالكبار عندهم الحكمة والتجارب والشباب عندهم القوة والاستعداد. نگاه کنید با کلانها را یعنی با جوانها را نصیحت کرده است که شما به کلانها کارم نکنید، خودسرانه کار نکنید. هم میخی گرفته در هر جا که تو رو گیره زدن گیره، برای مثال یا که کدام کاری که دستو میو کردن گیره. کلانها اینها حکمت دارن. حکمت معناش چیه؟ هر یک کار جابجا کردن. معنای حکمت چیه؟ وضع الشیء فی موضعه. فهمیدید؟ همون جوانها
اما وضعش یک چیز برداشتن میتونه، چیزی وضع میده که پدرش نمیتونه برداشتن او را. فقط وقتی که میبر میمانتش حجش میماند، حکمت ندارد جوان. برای همون خردها قوه دارن و کلانها حکمت و تجربه دارن. تجربه گفته اپتا میگویند، فهمیده؟ و شباب عندهم القوة والاستعداد. نگاه کن، جوانها قوه دارن، نگاه کن قوه دارن و استعداد دارن، تلاش دارن. یعنی که همین ما کلانسان ها بیاریم میبریم از دو کار میکنیم، کاری نغزم که کنیم که کارهای هر یک چیز جابجا کنیم که دو سه کار تمام دیگه حوصله ما میگیره. جوان ها یک لباس کار رو پوشن رنگ مسعود دیگه از سحر تا بگه فقط وقتی نماز او رو میبینی در خانه خلاص، از سحر تا شب چه در کار و در این جنب در اونجا. این استعداد میگن. بارک الله فیکم. فاذا تعاون الشباب والكبار في النهوض بالأمة حصل الخير الكثير. نگاه کنید چی میگوید شیخ. انا وقتی که جوان ها و کلان سال ها احتیاج هستند، کلان سال ها به جوان ها احتیاجمند هستند. یکی فوندامن باشه دیگر دیوار باشه، بس چه خیلی فوندامن به دیوار و دیوار به فوندامن میشه. بارک الله فیکم. همین خیلی سعی. وقتی که این جوان ها همراه کلان ها معاونت کنند، همکار شوند، یک جایه شوند در زنده کردن امت، در بیدار کردن امت، و میبینید که خیری بسیار چی میشود روی میزند. امروز مسافرها مسجد میذارد در یکم صف استادگی آخرون صف میبیند، آخرون صف میبیند که کی دستش در کجا میموند. وقتی الله اکبر گفتن یعنی در تگی نوفش میموند، در روی زانش میموند. یعنی انا موسفیدی بی عقل دی دور شده از دین و مشکلی در آن است که با بعضی همین نیمچه ملاهایی که خواندگی هستند، نیم طالب علم ها، حتی نیم هم گفتن عیب است، خصوصا اون کسانی که در سوریه و در دیگه جا خواندگی هستند، صوفیسم عقیده دارن، اومدن بجای با این موسفیدها را آهسته آهسته شروط نماز، شرطای لا اله الا الله فهموندن، چیکار میکنن؟ با هم بودگیشون هم رسمشون کرده میپردازن. فهمیدید؟ بنابراین فاذا تعاون الشباب والكبار في النهوض بالامه حصل الخير الكثير. وقتی که جوانان امت و کلانسالهای امت یک جای کار کنند درباره بیدار کردن، نهوض گفته بیدار کردن امت میگویند، حصل الخير الكثير، خیر بسیار به دست میارند. فهمیدید؟ انا اینه نهوض همون حزب نهضت میگن که به تو بی‌معنی ها و شیعه و صوفی و احمق و بی‌سواد جمع شده است در اونجا. فهمیدید؟ اون نهوض گفته بیدار کردن میگن، حزب نهضت اسلامی میگن، نعوذ بالله، گویا که اكو بیدار میکنن به همین عقیده های خوب و به همین یعنی که سرهای کدو. اما اذا انفصل الشباب عن آبائهم وعن كبارهم تدخل شياطين الانس والجن فيما بينهم. نگاه کنید امروز فهمیده برای چی در بین موسفیدها، در بین جوانها شیطانهای انس و شیطانهای جن داخل شده است. انا سببش همینجا بود است. اما وقتی که جوانان از پدراشون جدا شوند و خودسرانه کار کنند، از کلانسالها جدا شوند و خودسرانه کار کنند، بعد میبینید که در بین مردم فیما بینهم، در بینشون داخل میشود شیطانها در صورت انسان، صورتاشو رنگ انسان درنه، قلبش قلب گرگ و قلب میمون و قلب خوک و هر خیلی دیگه به قلبها داخل میشود. و شیطانهای جن بعد چی میشود؟ فانحاز الشباب الى اتجاه آخر يضر بالامه. نگاه کنید، فانحاز الشباب، وقتی که جوانها را دستشون نگرفته ما کلانسالها، وقتی که این یعنی که جوانها گپی کلانها رو نگرفته یک جایی که نشدن، بعد جوانها رو میبینید که انحاز ای انضم، یعنی که اعضا میشود یا که جدا شده یک جایی میشود به یک اتجاه دیگر میرود که ضرر و هلاکت به امت میآورد. حزب نهضت میشود، فهمیدید؟ حزب تحریر میشود، جماعی تبلیغ میشود، تکفیر میشود، خوارج میشود. همه همینا به کدام سبب بوده است؟ به سبب جوانها از کلانسالها جدا شدنشان. بارک الله فیکم. کل حزبی رو بینید، اکثر حزبها رو بینید خودش در حزب است، والدینش در حزب نیست. فهمیدید؟
خواه تحریر باشد، خواه الا انده که یکی مثال گیریم هم خودش رسوا شدگی هم والدینش رسوا شدگی. فهمیدی؟ در حزب نهضت اسلامی قریب مردکان موندگی نیستن، نقل میکنم بیشتر فقط همون زنکان موندگی، دیگه بیچاره دیگه جای زنکان هم بیزار شدگی، در همین بی‌ثباتی تاجیکستان مونده شدگی هستن، در خانه شستون یعنی که تگی پای گاو تازه کردن هم مونده شدگی هستن. چی؟ با حزب داخل شد مجلس به مجلس گشتن گیرن، این خوبتر رای میگه. فهمیده؟ بارک الله فیکم. وقتی میبرد برآمد کردن میگرد و کبیره و صغیره دیگه همش در گردش در تریبون اون زن تماشا منه و دایوس الله اعلم در چیکار خودش مرد کش. فهمیدید؟ و این مرد خودش الله اعلم به چیکار مشغول است، زنش حزبی در تریبون غم امت میخوره. تو غم امت چیکار میکنی مسکین؟ زنی بی سوادی تاجیک آخر همون تربیت فرزندات قطعی مشغول شوی خوبتر نیست تو یعنی که دیسک و دیسکت و گرفتن چیکار کردن در بین یعنی زنهای امت و یارم رنگ خود رسوا کردن، بی آبرو کردن. فهمیدی؟ انا فهمیدی؟ همین ضرری که در سری امت اومده ایستاده است که امروز در روسی ایستاده مانند یک از پنجکن بشه یک احمق یک افلاسی که پلیتیک است، نامش خاطرم برو مده و کارهای پلید مشغول است که مثال گیریم از پشت رئیس جمهور گپای بی معنی زده شده است، توی او شامکه کرده شده، دسیسه بازی کرده شده است، گاه که رئیس جمهور پر خوردگی باشه. اگر تو میشدی اول بدتر میشدی، اگر تو میشدی اول بدتر میشدی. انا همین ها یعنی که بس دستوری امت بجز ضرر و زیان دیگه چیز نمیبیارن. من هنا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتم بأمر الشباب. برای خاطر همین است که جوان ها یعنی که باعث ضرر امت نشوند. گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به امر جوانان اهمیت سخت دادگی است. جوانان را بیان به اهمیت گذاشتگی نیست. فقال لابن عمه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن الهاشمی، برای پسر عمکش عبدالله بن عباس چی گفت؟ این عبدالله بن عباس جوان بود و کان غلاما صغیرا، یک بچه یاش بود. چی گفت؟ اینا در کدوم کتاب گذاشتم؟ یا غلام انی اعلمک کلمات. در کدوم کتاب؟ المبادئ المفیدة فی التوحید والفقه والعقیده. وصل بلند برداد. فهمیدی بچه؟ از اونی که لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وحفظك الله أيضا. نعم. أنا چی گفتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای این جوان، برای پسر عمکشون عبدالله بن عباس چی گفتن؟ و کان غلاما صغیرا، بچه میده بود. گفت که یا غلام، ای فرزند، ای بچه، اینی اعلمک کلمات، من به تو یک چند کلمه ها رو تعلیم میدهم. کلمه ها دوست داره، یعنی جمله نه، جمله درازه، هم کلمات چیزهایی رو میگن که یعنی که مختصر میباشن، اندک میباشن و در معنا چی بزرگ میباشن. من به تو یک چند کلمه ها رو تعلیم میدم. همون کلمه ها از چی عبارت میباشن؟ احفظ الله یحفظک، الله را محافظت کن و هم تو را محافظت میکند. فهمیدی؟ الله را خاطر نبرو. فهمیدی؟ محافظت کن، قانون الله را رعایت کن. فهمیدی؟ همون چخیلی که نون در خونه یعنی که آرد تمام میشود در تپ تلاشی چخیل کنم آرد بیارم، یا که یکون چیز نمیرسد چیکار کنم که زمستان شده است که هزم ندارم میگویی تپ تلاش میکنی. انا همین دیننده امروز که تو کم و کم بودی در امت میبینی باید انا میخوای با تلاش باشی. فهمیدی؟ چخیلی که یعنی که ناراحت میشوی در کم و کم بودی غذای حسی در غذای معنوی هم میخواد تو باید ناراحت شوی. احفظ الله یحفظک، الله را محافظت کن، الله تو را محافظت میکنه. احفظ الله تجده تجاهک، الله را محافظت کنی الله را در پیشت میابی. فهمیدی؟ الله را یعنی که چی؟ محافظت کنی، قانوناش رعایت کنی، گفته هاش بجا بیاری، به توحید الله شناس باشی، به شرک شناس باشی، با تا اینکه یعنی که در شرک نرفتی میبینی که همون الله دائم در پیش ده. اذا سألت فاسأل الله، وقتی که یگان چیز پرسیدنی شوی نغزه و بهترش از مردم نپرس. فهمیدی؟ این مردم یک روز میتید تو را پگم میتید، پگی دیگه بعد از 3 روز میگوید چیه؟ بیزون بشته درش محکم میکن، میگوید که دادم نیستن در خونه.
3 بار 4 بار زنبور میبری کارت میکنی، پنجم مورد میروی ملالش میکنه. انسان همه خلاصه. حتی علما میگن که همون از مردم اگر خاک پرسی ممکنه همین زمین خاک گیرم، مرحمت میگن گیری، سبحانی خاک الله دادگه. وقتی که یه زنبور میبری، عربه میبری، 2 تا میبری، 3 تا میبری، بعد خودش روش نمیشه، دی خاکه. اول گفته بود که خاک الله میگه. و یه کسی میفرست میگه که بس زمین چقدر شد میگه. یک گپ میزند. حتی خاکی که در همه جا فراوان است، خاک پرسیدن مردم یعنی که به خیرش می آید. بنابراین الله دوست می دارد که فقط وی پرسید. فهمیده؟ الله خرسند میشد که فقط از وی پرسید. فاسأل الله، پرسیدنش بید فقط از الله پرس. و اذا استعنت فاستعن بالله، یاردن پرسیدنش بید. از کی پرس؟ از الله یاردن پرس. و علم ان الامه، بعد درباره تقدیر یادش میتید، تعلیمش میده. و علم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك. نگاه، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. وقتی که بدون میگو اگر همه مردم جمع شوند، چی با جمع شوند؟ مقصد تو یگو فایده رسانیم گفته جمع شوند، به تو فایده رسوندن نمیتوانند ذره مگر همون مقداری که الله تعالی در تقدیر نوشتگی از وی زیاد فایده نیست. 1000 بوزی شیر میدادگی جمع میکنی از همون تقدیر زیاد شیر نمیاری. خیلی کم. من دین یک آبیادین خونده من گفت که شیر 4 لیتر شیر میداده، گفته تپ تلاش گفته کیسه ها رو خالی کرده بیاریمش، یک استکان شیر نداد. برای مثال، زیرا اینکه تقدیر اگر تقدیر کرده باشد، تقدیر رفتگی باشد، اما حجمی که تو میگویی هوای کتابه شدگی باشه همون میگیری انشاءالله. و این اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اگر همه امت جمع شوند مردم هم خیلی با چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر تو یگان چیز به ضرر رسانند گفته لم یضروک الا بشیء قد کتبه الله علیک، به تو یگان ضرر رسانیده نمیتوانند مگر همانی را که الله تعالی به مقابل تو نوشتگی باشد همون میشد. این باید که همت ما و شما را بلند کند. فهمیده؟ ما باید غیور باشیم که هیچ کی ما را ضرر رسوندن انشاءالله نمیتونه. بله احتیاط میکنیم در دعوت کردن، یعنی که به سوی الله سبحانه و تعالی، به سوی دین الله، به سوی پیغمبری الله در دعوت ما کمر همت بسته باید که دعوت عقیده سلف صالح به پیش بریم که در این صلاحیت دولت، در این صلاحیت امت است انشاءالله بهبودی کشور است انشاءالله یگان، یعنی که خوف و خطر نیست. برای چی؟ رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شدن و صحیفه ها خوش شدن. یعنی پیش که الله تعالی نویس قلم گفت که اگر تمام بس کن نویس. فهمیدی؟ قلم صحیفه ها خوش شدن، دیگرگون نمیشد. وای رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح. این امام ترمذی روایت کردن. نوم امام ترمذی چی بود؟ نومش هم نومش بود. نومش چی بود؟ نومش بود. پدرش با پیغمبر. دیدتون امامو، نوم امامه آدمایی که همین نوم امام ها رو گم میکنن پس نوم پدراشون گم میکنن. فوار کنن عیسی فهمیده تو بیدار شویتون. خب عیسی بن ثوره. خب حدیث ترمذی روایت کرده است. نومش چی بوده؟ وصل بلنك بس. خب حديث خوب صحيح مدست از حديث ابن عباس، يعني عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه. شيخ فرمايات فكانت هذه الكلمات منهجا للشباب يسيرون عليها. نگاه کنید، انا همین کلمه هایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای پسر عمه خود عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب گفت که انا همین کلمه ها برای همه جوانان راه شده ایستاده است. فقط برای این نصیحت، فقط برای تعلق به ابن عباس نیست، این یک راه شد، یک منهج شد برای جوانان این امت که ما جوان ها باید که یسیرون علیها بعنمی راه روان.
فهميدي؟ لأن وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لواحد منهم وصية للجميع. چونکه وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای یک جوان، این وصیت برای همه جوانان است. فهمیدی؟ همه جوانان باید که به این راه روند، دیگر راه نیست. اذا سألت فاسأل الله، وقتی که بپرسی از الله بپرس، شما هم خیر کنید. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر یاردم پرسیدنی شوی از الله یاردم پرس، شما هم خیر کنید. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. و بدون که امت اگر همه جمع بشوند به خاطر اینکه به تو یگان منفعت برسانند، به تو یگان چیز منفعت رسانیدن نمیتوانند مگر همان را که الله سبحانه و تعالی کی ها به فایده تو کتابت کرده بود در لوح المحفوظ. و ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اگر همه امت جمع شوند به خاطر چه به تو یگان چیز ضرر رسانیدن، به تو ضرر رسانیدن نمیتوانند مگر همان را که الله سبحانه و تعالی به مقابل تو در لوح المحفوظ چه کتابت کرده باشد همون میشه و بس. رفعت الاقلام و جفت الصحف، صحیفه های چی قلم ها برداشته شدن و صحیفه ها خوش شدن. یعنی این دیگرگون نمی شود، همون گفتی الله می شود. اون در تخریج سابق، یعنی این همون حدیث ترمذی روایت کرده. شیخ می فرماید حفظه الله تعالی هذه وصیة تتضمن توجيهات عظيمة للشباب في عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى وإيمانهم بالقضاء والقدر. گوش کنید، انا همین وصیتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کردن که در این حدیث در بر میگیرد دستورهای بزرگ را برای جوانان. فهمیدی؟ دستورهای بزرگ را برای جوانان در بر میگیرد در عقیدهشان. فهمیدی؟ در اینجا عقیدهشان را میگیرن جوانها و سلوک این رفتارشان را و اخلاقشان را از این حدیث میگیرن، از این توجیهات یعنی که دستورها میگیرن. و توکلهم علی الله سبحانه و تعالی، بر الله سبحانه و تعالی چقدر توکل کردنشون میگیرن. و ایمان به قضا و قدر، ایمان به قضا و قدر از همینجا میگیرید. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. فهي وصیة جامعة عظیمه، واقعا این یک وصیت جمع آورنده بزرگ است. همینه یعنی که در درونش گرفتگی وصیت می باشد. دیگه حدیث گوش کنه بارک الله فیکم. و عن انس و هو انس بن مالك بن النضر الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. يعني از انس رضی الله عنه روایت میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که معاذ در پشت او در بالای مرکب سوار شدگی بودن، ردیف میدیدن، یک کس بالای یک چی؟ یک حیوان سواری ایستاده است، در پشتش آدمی سوار شدگی را ردیف میگن. فهمیدی؟ پاساژیر میگن که پاساژیر این روزه. یک کس در روزش است، مسعود در روزش است، من در پالش هستم. بازم میشه. خب. با ماشاءالله نگاه کنیم بچه من میگه در کجا گذشتیم. خب. معاذ بن جبل، این همان معاذ است که الله که پیغمبری الله صلی الله علیه و سلم او را به کجا فرستانیده بود؟ کی میگوید؟ به یمن. احسنت. یکم حدیث مذکرات الحدیث گذاشته بودیم همین. یعنی هم معاذ بن جبل گفته است. بله. احسن. دیدیم با یادش نه. جوانا انا گفت که جوانا قوه دارن. بله بارک الله فیکم. نه. همین معاذ بن جبل سوار شدگی بود على الرحل. الرحل هو مركب يوضع على ظهر البعير. فهمیدی؟ رحل چی بود است؟
هو مركب يوضع على ظهر البعير، يعني یک چیزی هست، زینی هست که در بالای چی یک چیز در بالای اشترش میمونن و در بالای و دو کسر میشن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا معاذ، ای معاذ، گفت معاذ چی گفت؟ لبیک یا رسول الله و سعدیک. معنای لبیک چی میشد است؟ این مصدر است اساسا، لبیک، فهمیدی؟ منصوب على المفعولية المطلقة، برای خاطر مفعول مطلق شدنش لبیک سعدیک هر دوشون چی؟ منصوب شده است. و ثنیه لبیک و سعدیک، اینا دوگانه آمده شده، تثنیه آمده شده على معنی تاکید، به معنی تاکید شده. معناش چی میشد است؟ اینی متجه الیک، من به تو روی آورنده هستم ای پیغمبری الله. گفت فهمیدی؟ اینی متجه الیک و مقیم علی طاعتک، من مقیم هستم در طاعتی تو، بیره نیستم. و مقبل علی امرک، من به فرمانی تو روی آورنده هستم. اجابت کرده بعد اجابت، یعنی قبول میکنم بو قبول میکنم بو قبول میکنم. چی میگویی؟ گفته ای رسول. و سعدیک، یعنی من روی آورنده به تو هستم برای سعادتمندی تو. ای اسعادا لك بعد اسعاد. قال یا معاذ، پیغمبری الله صلی الله علیه وسلم گفت که ای معاذ، گفت بازم گفت که لبیک یا رسول الله و سعدیک. قال یا معاذ، با گفت ای معاذ. معاذ چی گفت؟ لبیک یا رسول الله و سعدیک. سبحان الله، این آداب ببینید، آداب پیغمبر ببینید، آداب صحابه ها را ببینید. بارک الله فیکم. کیف یکون المربی یکون المربى. تربیت کننده چه خیلی میباشد، تربیت یافته هم همین خیلی میشه. اگر ما و شما تربیت درست میداشتیم، فرزندای ما هم درست میشدن. بارک الله فیکم. الا همون کسی که الله سبحانه و تعالی توفیق نبخشد، تمام عمرت فانی میکنی، رنگی فرزند نوح سود نمیبخشد. لیکن گفته نمیتوانم که عیب در نوح هست، همین خیلی است. نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. دیدی چیزش گفتن؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که ای معاذ، کدام بنده ای که شهادت دهد که جز الله یگان معبودی بر حق نیست و محمد بنده و فرستادی اوست گوید، اینا از صدق قلب گوید، فهمید؟ از درونش گوید، فهمیدی؟ از زبان خالی، نه رنگ منافق ها، از درونش همین خیلی گوید که زبانش در جنبش دارد و تو فعل، یعنی که همون صدقی که در قلب دارد همین گوید. کدام بنده؟ الا حرمه الله علی النار، چنین کسی الله سبحانه و تعالی بر آتش حرام میگرداند، یعنی به دوزخ نمی درآید. گفته است، فهمیدی سودی؟ قال یا رسول الله، این خبری خوش دیدید؟ قال یا رسول الله افلا اخبر بها الناس فیستبشروا، مردم خبر کنم درباره این نصیحت، ببین مردم، بله مردم خبر دهم، خرسان شدن مردم. این خبری خوش دیدید؟ خبری خوش انسان باید که روش نکند که فقط خبری خودش، خصوصا امور شریعتی چه برای خودت ذخیره میکنی. هر یک خبری خوشی که میشنوی میروی دوگانت میگوی، میروی برادرت میگوی. بارک الله فیکم. یک دیگرت میگوی. همه خلاصه مردم رفته خبر دهم این خبری خوش. قال، گفت که نه، که دیگه حدیث داره، شیخ بسیار حدیث رو معناش ذکر میکند، فهمیدی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نه، خبرشو نده. اذن یتکلوا، فهمیدی؟ یعنی با همین میگوین و از صدق دیلو با چیکار من تکیه به همین میکنن و ترک عمل میکنن. عمل چی در کار؟ انشاءالله من یعنی که تصدیق دارم میگوده و مردم در عمل کردن به اهمیت میکنن. فهمیدی؟ با معاذ خبر داد، یعنی در وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده بودن معاذ این خبره هیچ کی نگفت. فهمیدی؟ فاخبر بها معاذ عند موته تأثما، ای لتجنب الاثم. تأثم يتأثم بمعنى تجنب الاثم. بعد این معاذ پیش از مردنش در سر مرده سادگیش همین خبر گفت.
می حدیث گفت که فهمیدیم من همه خیل شدو همه خیل گفتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد همه خیل گفت برای چی گفت این خبره؟ برای خاطر گناه نشود گفته علم باید که مردم رست نکنی که گناهکار نشوم گفته همین حدیث پیغمبر چی خبر داد به مردم. زیرا اون وقت مردم حالی چی بودن؟ نو در اسلام تازه بود، یعنی که نو اسلام قبول کرده هستن. خب حالی یعنی که قدر ایمان در وجود مردم قجا بجا شدگی نبود و پرگی احکام حالی نازل شدگی نبودن، احکام و ارکان و دیگه چیا بنابراین در باید گفت که انا که وقتی آن رسید که من باید گویم گفت اینه متفق علیه. حدیث بخاری در صحیحش، مسلم در صحیحش، هر دویشان از حدیث انس بن مالک بن ناظر الانصاری رضی الله عنه روایت میکنند. فهمید؟ بارک الله فیکم. فهذا توجيه للشباب يبين منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجب لله على خلقه من عبادة الله وحده لا شريك له. این هم یک دستور است برای جوانان. فهمیدید؟ از این دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان روشنی انداخته شده است چی واجب می باشد برای الله بالای خلقش. چی واجب است؟ عبادت الله یک و یگانه که شریک ندارد. و هذا هو الذي خلقهم الله من اجله. این همان است که الله سبحانه و تعالی به خاطر ان همین چیز شده مردم را آفرید. گفت او تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جنها و انسانها را صرف برای عبادت خودم آفریدم. و معنی یعبدون یوحدون. احسنتم، یعنی برای توحید خودم آفریدم. فحق الله على العباد واجب وفرض ليس لهم فيه اختيار إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا. نگاه کنید چی میگوشه. حق الله که بالای مردم است این واجب است، فرض است باید که این به جا آورده شود. در حق الله برای مردم اختیاری نیست خواهند بکنن و نخواهند نکنن. فهمیدی؟ هیچ که حق نداره که خواهم نماز بخونم نخواهم نه، خواهم زکات میدم نخواهم نه، خواهم یعنی که چی مسجد میرم نخواهم نه بل یجب علیهم ذلك، بلکه به اونها واجب است به جا آوردن حق الله. اما حق العباد على الله فهو تفضل من الله. اما حق بندگان بالای الله از چی عبارت میباشه؟ این مرحمت است، این مهربانی است، این عطا است از طرف الله. و الا فالله لا یجب علیه شیء لاحد. وگرنه الله سبحانه و تعالی بالای او یگون چیز به فایده یگون کس واجب نیست، یکی که حق نداره که واجبه بری الله هم خیلی کند گفته، یعنی نه، این عطا است، الله خودش برای خودش اینه گرفته است. و انما هو تفضل و حق تفضل به سبحانه. این یک حق است که این یک عطا است که الله سبحانه و تعالی ارزانی دادگی است. گفته است که الا يعذب من لا يشرك به شیئا. الله وعده کرده است که اگر ما حقی من به جا آورد کسی عذابش نمی کند. کسی به او یگان کسی شرک مقرر نکند عذابش نمی کند. این حدیث بخاری روایت می‌کنه در صحیحش، مسلم در صحیحش. با روایت ها یک جزئی از حدیثی که اولی او کنت ردف رسول الله صلی الله علیه و سلم علی حمار، من یعنی در پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای یک خر سوار شده بودم الی آخری. این حدیث کلاهما من حدیث معاذ بن جبل، هر دوشون از حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه گرفته شد. دل على ان التوحید ضمان من الهلاك. نگاه کنید، انمی خودش گرو میباشه. ضمان یعنی چه؟ زمان یک چی میخریدیم در مثل چی ما میگو ضمان گارانتی ایکو انمی خودش گرو میباشد از هلاکت. توحید گرو میباشد از هلاکت. فهمیدی؟ توحید داری نشون میدی هلاکت خلاص میشوی. خودی که در راه هم موجود ایستادگی بگو توحید داشته باشی میگذری، نه داشته باشی میپرون. من بگو که انما توحید نشون میدی گذشتن میگیری. توحید گرو می باشد از هلاک. اما مطلقا بمعنى الا يعذب ابدا. انا کن همین توحید نیا کن،
یا مطلق یعنی مطلق قرار می باشد که به معنای اون که تماما عذاب کرده نمیشد این کسر. فهمیدی؟ یعنی که همون روز قیامت الله زندهش میکنه و روز در جنت میپردش. فهمیدی؟ به این رتبه رسیدن خیلی خدمت کردن که بارک الله فیکم. این کیم چقدر نمودی توحید به یک کتاب چه خوندن نه؟ فهمیده؟ بارک الله فیکم. انسان هایی هستن که به سبب توحید خواندنشان، به سبب توحید عمل کردنشان، به سبب موحد بودنشان در عند وهلة الاولى میگن مفسر همون روز قیامت یک باره و یار اول میپرده در دل جنت و بعد به دیگر رو کار کردن میگن و کار دیگر رو میبینه. فهمیدید؟ اینو میگن توحید مطلق. الله يعذب یک الله يعذب ابدا. تماما کس چه عذاب نمیبینه، عذاب چیز نمیبینه. و اما الله يخلد یکی یخلد يخلد مثل یکی یخلد اذا عذب بذنوبه یکی مثل گرم مقید یعنی جاویدان نمیماند اگر مبادا به سبب گناهاش او را عذابش هم کنن. فهمیدی؟ به سبب موحد بودنش. بل یخرج من النار بلکه از آتش میبراید و يدخل الجنه به جنت داخل میشود ما دام انه من اهل التوحید تاندمی که وای از اهل توحید است ولم یشرک بالله شیئا با الله یگان چیزا یگان کسا چه شریک مقرر نکرده باشد. ودل على ان من اشرك بالله شيئا فان الله جل وعلا يعذبه عذابا مؤبدا لا سعادة بعده یکی معه ابدا. این دلیل شده است که کسی با الله یگان کس و یگان چیز شریک مقرر کند الله عز و جل او را چنان عذاب ابدی میکند که چنان عذابش میدهد که در برابر این عذاب دیگه ابدا سعادتمنده راحت دمگیری نیست. خیلی که الله تعالی در سوره مائده در آیه 72 میفرماید که قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. البته کسی که به الله شریک می آورد الله به وی جنت حرام می گرداند و جایگاه او را دوزخ به قرار می دهد. و ما للظالمین ای ما للمشرکین من انصار. برای چنین ظالم ها برای چنین یعنی که مشرک ها یگان نصرت دهنده نیست که ایشان دستشان گرفته از عذاب الله رها کند و خلاص کند. فهمیدیم؟ و نیز الله سبحانه و تعالی در سوره النساء در آیه 48 فرموده است وقال ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله نمی بخشد که به او یگان کس و یگان چیز شرک آورده شود یا که شریک مقرر کرده شود و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. غیر از شرک دیگه گناه ها را برای کسی خواهد می بخشد. معلوم است که دیگه گناه های کبیره در تحت چه؟ در تحت مشیت الله بودیم. خواهد می بخشد نه خواهد نه. فهمیدید؟ همین دلیل شده است که اهل کبائر غیر از یعنی که اهل شرک چیه؟ کافر گفتن میشد یا نه؟ نمیشود گفتن نمیشود. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم الا يعذب من لا يشرك به شیئا. این چی معنی دارد؟ که الله عذاب نمیدهد کسی به او یگان کسی یگان چیز شریک مقرر نکند. یعنی كل ما اشرك مع الله یعنی تمام آن چیزی که مثال گیریم به همراه الله شریک می آورد او را یعنی که شرکش میگویند من شجرة الخوی درخت عبادت کرده باشد در برابر الله او حجر یا سنگ پرستی او میت یا که مرده پرستی او حی یا زنده پرستی ایشان پرستی او جن یا که جن پرستی کرده باشد او انس یا که انسان پرستی کرده باشد او اصنام یا که بت پرستی کرده باشد او ملائکه یا که فرشته پرستی کرده باشد او رسول پرستی کرده باشد او انبیا پیغمبر پرستی کرده باشد او اولیاء یا که یگو اولیاء پرستی کرده باشد. کل من یشرک مع الله شیئا هر کسی که با همراهی الله یگان چیز را از این چیزهای در بالا و غیر اینها شرک مقرر کنه شریک فان الله لا یغفر لمن اشرک به. فهمیدی؟ الله همون کسی را که با او شریک مقرر کرده است نمی بخشتش الا بالتوبه
مگر به توبه می بخشد است. اذا تاب الى الله، وقتی که توبه به الله کند، و رجع الى التوحید، به توحید برگردد. اما ان مات على الشرك، اگر به شرک مرده ماند، توبه نکرده مرد، فانه خالد مخلد فی النار، این کس جاویدان و ابدی در دوزخ میماند. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوما لعمر بن ابي سلمة رضی الله عنه. خیلی هم حدیث عجیب است. یک روز پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای عمر ابن ابی سلمه، فرزند ابو سلمه، زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامش چی بود؟ ام سلمه، انمی فرزند همون است. و کان غلاما فی حجر النبی صلی الله علیه و آله و سلم. فهمیدی؟ ای فی حمایته. انا همین کودکی مایده بود در زیر نگهبانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. این دلیل میشه که زنی بیوره با کودکش هم گرفتن میشود اگر سرپرست نداشته باشد کودک. فهمیدید؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أمه بعد موت أبي سلمة رضي الله عنه. چونکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم این عمر ابن ابی سلمه را مادرش گرفته بود بعد مردن ابو سلمه. فهمیدید؟ بعد مردن ابو سلمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مادر این بچه را گرفته بود. و کان هذا الغلام يتربى عند رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. انا همین بچه در نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تربیت می‌یافت. نعم المربی. چقدر تربیتگری بهتر. فلما حضر الأكل قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهمیدید؟ وقتی که این بچه حضر الطعام میشه، که حضر الاكل، به خوردن حاضر شد، سری دسترخوان آمد، دیدن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی نادرست خورده ایستاده است. برایش چی گفتن که ای بچه بسم الله گو. فهمیدی؟ ممکن من آوازم بلند کرده باشم، نعوذ بالله، یعنی که تشبیه نکردیم، زیبا کرده، خوشرو کرده، گفتن ای بچه سم الله، بسم الله گو، و کل بیمینک، به دست راست خور، و کل مما یلیک، از پیش خودت خور. حدیث بخاری و من در صحیحش، امام مسلم در صحیحش، هر دوشون از حدیث عمر ابن ابی سلمه رضی الله عنه روایت میکنن. فهمیدید؟ و قال صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی هذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الغلام. این چی بود؟ اینم یک توجیهات بود، دستورها بود از جانب پیغمبر برای این بچه. یعنی این دستورها رو باید قید کنید. فهمیدید؟ هر یک حدیث اند که یک دستور میگذره اینا رو قید کنید. دستور یکم از پیغمبر ما آموختیم چی؟ بسم الله گفتن در کار بود، دعوت خوردن. دستور دوم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آموختیم که به دست راست خوردن در کار. دستور سوم از پیش خود خوردن در کار. فهمیدید؟ این دستورها رو باید نویسید، کانسپکت کنید. بارک الله فیکم. اینا رو نویسید. فهمیدید؟ این دستورها رو چیکار کنید؟ نویسید. خب وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعموم الشباب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای همه جوانان گفتن که یا معشر الشباب، ای بچه ها، ای جوانان، گفت من استطاع منکم الباء، این دختران رو گفت کسی از شما باعت میتوانسته باشد. المراد بالباء یعنی نکاح، الجماع، المنزل. با یک چه معنا میدهد؟ یعنی چیکار کردن؟ خفت خیز کردن، یعنی مردک شدگی باشد، خونه داری کردن میتوانسته باشد، دیگه زن گرفتن گیره. من استطاع منکم الباءة فليتزوج. میتونی محمد؟ نمیتونی. خب با وقت سالی کسی از شما چی ازدواج کردن، زن گرفتن، خوروندن، پوشاندن میتونستگی باشد. رنگی بعضی ها زن گرفته در شکف مونده، بر خودش چی در قدر کوچو میگرسگی نه. زن سوونیر نیست. هم خیلی زن میخورد، زن میپوشد. فهمیدیم؟
نفس میکشد. فهمیدی بچه؟ بارک الله فیکم. زنگیر، فهمیدی؟ میتونی زنگیر. فانه اغض للبصر. نگاه کنید نصیحته. این یعنی که دستور پیغمبر بی، چون که زن گرفتن این یگانه راه است که دیده شما را از حرام نگه می‌دارد. انا فایده های زنگیری. چشمت از نظر محرم چی میشود؟ نگه داشته میشود چشمت. دیگه زنای بیگانه رو نگه نمیکنی. یکی متاسفانه امروز زن میگیره پگه با زن تماشا میره، دختر تماشا میره. امروز زن میگیره زنی بیچاره در کوفنو در دری آقلو همجا میگرده این تلی سریال تماشا میکنه، سانتا باربارا تماشا میکنه. فهمیدی؟ این دیگه چیزا رو تماشا کنه. اعوذ بالله. خاک دستری چنین زنگیر. انا این دستور پیغمبر کجا شد؟ و احسن للفرج. زن گرفتن این پناه است برای اندام نهانی. فهمیدی؟ شهوت در راه حرام نمی رود. فهمیدی؟ شیطان بازی نمی کنی. فهمیدی؟ زن گرفتن این برای اندام نهانی تو پناه می شود، قلعه می شود، سپر می شود. حسن المؤمن همی گرفتش دیگه. و من لم یستطع. و کسی نتواند زن گرفتن. رنگ مسعودی ما و چیکار کند این مسکین؟ فعليه بالصوم. حسای راه حلش. قد کوچه نگر، تماشا نکن زنای عروسه. برای مثال فعليه بالصوم. چنین کسها روزه بگیرن. فانه له وجاء. انمین روزه برای او سپر می شود. انمین روزه هم چشماش خیره میکند، دیگه نمیتواند چیکار کند؟ زنای بیگانه رو تماشا کند. فهمیدید؟ فقط در پیش چشمش چی میبوید که باشه نماز شروع شود و گوش خورد. فهمیدید؟ در پیش چشمش دیگه زنی بیگانه نمیتواند. وقتی که شخص گرسنه باشد سپر میشود، دیگه فکری خیال زن به نمیرود. فهمیدید؟ با توش که مسیر شدن. این حدیث بخاری روایت میکند و امام مسلم روایت میکند. فهمیدید؟ هر دویشان از حدیث عبدالله بن مسعود الهذلی. فامر الشباب بحفظ فروجهم. پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث جوانها را امر میفرماد که اندام نهانشون محافظت کنند از حرام. به چی میشود این؟ اما بالزواج ان استطاعوا. یا بزنگیری اگر توانند. و اما باتخاذ ما یضعف الشهوة و یقللها. یا که چیکار کردن؟ یک چیزی رو کردن در کار، یک کاری رو کردن در کار است که و شهوت ضعیف میکند و اقلا شهوت کم میکند. این کدام چی بوده است؟ و هو الصیام. این روزه بوده است. فهمیدی؟ برای چی؟ خوفا. چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه یا زن گیرید ای جوانها یا روزه گیرید میگوید؟ خوفا علیهم. به حال جوانان ترسید. من الوقوع في الفتنة. در فتنه نافتن گفته. و هذا من حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امته. انا همین تلاشی کوشش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد به امتی خویش. یعنی چنین به امت انا میخل کوشش و تلاش کن بود. غم امت انا میخل میخورد. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشباب إلى أن تقوم الساعة. أنا من وصيتي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم. أنا من سفارش های پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم برای جوانان تا روز قیامت می باشد. يجب عليهم أن يتمسكوا بها. فهمیدی؟ واجب است به اونها یعنی که به این وصیت های پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چیکار کنن؟ چنگ بزنن. ان شاء الله با دوامش درس آینده میگذاریم. الله نصیب کند شیخ در دوام یعنی که درباره یعنی که یکی از همون 7 انسان هایی که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی روزی که یگان سایه نیست، روزی که آفتاب قد نیزه پایان میفراد، روزی که این روزی عرقش میگن که همه در زیر در عرق غوطه میزند و غرق میشود،
ذکر میکند یکی از اون جوانهایی که از این مصیبت ها یا که از این مشقتی های روز قیامت الله خلاصش میکنه، در زیر سایه خودش میماند، جوانی میباشد که در عبادت الله سبحانه و تعالی نشأ و نما یافته است. این ان شاء الله میگذاریم نکتفی و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.